حضرت یک سوال دیگر هست که من در همین باره تقریبا 3 تا یا اینکه 4 تا ویدیو کردگی هستم، بهر برادران خوب رساندگی هستم، اما برادران توصیه میخواهند چگونه از همین راه خلاصی میخواهند، یعنی که شخصی که با دست خود خش حرام میکنه همین میخواهند که چی کار کنیم که ما از همین کار دور بشویم. من حتی ضررهاش گفتم شما که چگونه ضررها دارند، حتی مثال گفتم حرام بودن و جایز بودن در کدام حالت ها همش من فهمیدم. باز خودتان ان شاء الله یک بار میفهمودین همگیش با شاید که انسان هایی که ممکن همون آواره نده باشن باز از اینجا درک میکنن همون حدیث ها رو ان شاء الله میفهمودین بهرشون و بعدا یک تفسیر میدادین که هم برادرها از همین راه دور میشدن. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از آن حدیث پیغمبر صلی الله علیه و که در جامع الاحادیث از حضرت عمر ابن خطاب روایت شده است بیان میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیه. یعنی در این حدیث بیان کردن حضرت تمام کارها وابسته از نیت است. مثلا وقتی که شما هر کجا میخواهید حرکت بکنید البته بدون نیت نمی شود، فرضیتش در نیت است. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بخواد هر کس به پیغمبر ما و به خداوند برسد حرکت کن، هجرت و حرکت کردن به همون سمت روانه شدن، خداوند کمکش میکنه، در این را موفق میشود. و هر کس بخواد دنیا رو مال دنیا به دست بیاورد در اون خدا کمکش میکند. هر کس بخواد زن صاحب جمال با عفت زوبه بگیرد خدا کمکش میکند. به هر راهی که بخواهد وقتی با نیت خالص و اخلاص پاک قدم بردار خدا موفقش میگرداند، به همون نیت میرسد. یعنی این حدیث رو پیش از هم بیان کرده به اون خاطر که اگر کسی که صدقاً به خدای واحد قسم از همین راه بخواهد که دست کشد خدا کمکش میکند. حالا که این راه رضای پروردگار است، رضای پروردگار است. تعریف استمناء، خود ارضایی این را چی میگن؟ استمناء بالید هم میگن، یعنی با ناکح الید هم میگن، با دست خود را آرام کردن. در حدیث پیامبر فرموده لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. در اطاعت مخلوق وقتی که هر کس اطاعت مخلوق کرد در اصل معصیت خالق را انجام داد. یعنی اینها مخلوق پروردگار هستند که ما را وادار میکنند نفس که به همون سمت روانه باشیم. شیخ صدوق رحمت الله میفرماند هر که هوا گرفت رفت از پس آرزوی دل یا که از پی آرزوی دل گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش. هر کسی پابند هوا نفس خیش شد انتظار سلامتی او رو مباش ای سعدی گفت، زیرا او هلاکت شد سلامت نماند. انا استمناء از همون آیاتی که در سوره مؤمنون بیان کردن تمام علماها مثل که بیان شد در پیش ابن کثیر و حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل و امام ابو حنیفه که صاحب مذهب ما هستند، از نگاه اینها حرام هستند و ممنوع است. از روی چی؟ از روی آیات قرآن. خدا میفرماد والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. انا در اینجا خدا فرماد کسانی که آنانی که شرمگاه خیش را حفاظت کردند، شرمگاه خیش را حفاظت کردند الا ازواج مگر با همسران شرعی خیش او ما ملکت ایمانهم یا که کنیزکانی که مالکشون هستند. در دوره پیشتر کنیزک بود، مالک حقوق داشت، خواجه که همون خواجه‌این به همون کنیزکش همین که او با روا بود اجازت بود. بجز همین دو نفر یعنی همسران شرعی و کنیزکانی که مالک یمینشون هستند در اختیار همونها هستند، بغیر از همینا که معلومین یعنی در اینا سرزنش نیست، اینا اجازت است. هر کس غیر از این راه دیگر راهی را بخواهد که همین خودش را آرام بکند فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون.
غیر از این بدروسی عادون، یعنی اینها گناهگار هستند. البته این استمناء گناه کبیره نیست. چرا؟ چون که این زنا خدا در قرآن خودش فرمود این گناه کبیره هست. ولا تقربوا الزنا فانها فاحشه و کان سبیلا. به زنا چی برسد عمل کردن نزدیکی نکنید. چرا؟ چون که این راه فحش است، راه بد است، نزدیکی نکنید. وقتی که خداوند ما و شما رو مانع کرد باید منع باشیم. در دیگر آیات خداوند میفرماد ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. پاک دامنی پیشه کنند کسی ها، اون نفرانی که قدرت توان مالی رو ندارن که ازدواج بکنن. پاک دامنی در اینجا معناش یعنی صبر بکنن و به حرام خدا دست نزنن. خداوند کمکشون میکنه حتی یغنیهم الله من فضله، حتی از فضل خویش پروردگار اونها رو کمک میکند. که اینجا در اینجا بعضی راه‌های هست که چگونه توصیه ها برای ایشان داده می شود. برای برادران خاصه در مسافرت البته به حد وزین است. صبر چند نمود است. صبر از معصیت ثواب و درجهش بلندتر از صبر در مصیبت است. صبر در معصیت یعنی گناه نکردن، خود را نگاه داشتن، کار یگان کیا هست؟ اون نفرایی که تقوادار هستند. در قرآن خداوند در دیگه آیات میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين تقوا اذا مستهم طائفه من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. همون رو بنده تقوادار کیا هستند؟ اون نفرایی هستند که وقتی شیطان و طایفه شیطان وسواس میکنه اینها رو میخواد که با بیراهی و به عفت بکشونشون، همون لحظه تذکر و یاد خدا اینها رو بیدار میکند. وقتی خدا رو یاد میکنن فاذا هم مبصرون، چشمشون گشوده میشد، به خدا پناه میبرن. در اینجا توصیه هست. اولین حدیث پیامبر فرمودن یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. ای جوانهای امت رسول فرمودن اگر هر کدام که قدرت توان داری برای ازدواج کردن، برای نکاح کردن، همسر گرفتن، فلیتزوج، پس ازدواج بکن. فانه اغض للبصر و احسن للفرج. زیرا که این چشم را از حرام پاکیزه می‌دارد، نگاه می‌دارد و فرج را به عفت می‌گرداند. از همه حرام مانع می‌کند شما را. اگر چنین قوت را ندارید، قدرت مال ندارید، چیکار کنید؟ و من لم یستطع فعلیه بالصوم فانه لا وجاء. یعنی اگر کسانی که قدرت و قوت مالی نداشته باشند اینها را توصیه کرده میشه که روزه بگیرن. زیرا روزه البته از بین نمیبرد، کمتر حداقل نفس اینها را خرد میکند. چون وقتی که شیطان رو سوال میکنن تو در که هجومت بیشتر و بسیارتر است، گفت نفری که پرو بخورد، سیر بخورد. گفت وقتی که انسانی که سیر خورد من او رو وسوسه میکنم به هر راه بعد او را دلالت میکنم. انسانی که سیر بخورد چند حالت نخود در او پیدا میشد. یکی این که لذت طاعت، حلاوت طاعت از او برداشته میشد. دوم این که شیطان در او هجوم میکند. سوم فکر میکند تمام دنیا، بعضی گرسنه ها فکر میکنند مثل خودش سیر هستند. انا این حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و فرمودن. دیگر حدیث رسول فرمودن ثلاثه حق علی الله عز وجل عونهم. سه نفر هستند که خداوند آنها را کمک میکند. یکم که است المکاتب الذی یرید الاداء، اون نفر برده و غلامی که میخواد خودش را از خواجهش بخرد و مال فراهم میکند، یعنی که پول مال جمع میکند تا که خودش را از خواجهش بخرد. خدا کمکش میکند، نجات پیدا میکند. بعد دوم و ناکح الذی یرید العفاف، کسانی که میخواهند که با عفت، با نکاح شرعی و با همسر گرفتن
خود را پاکدامنی خود را نگاه بدارن، کمکشون میکن خداوند. هر کسی بخواد خدا کمکش میکند. سوم و المجاهد فی سبیل الله، مجاهدی در راه خدا است، این را خدا کمک میکند. این وعده خداوند است. در کنز الاعمال حدیث روایت نموده است که لعنت پروردگار و ملائکه و تمام مردم بر ناکحولیت باد، کسان خودشون را استمنای کنند، خود ارضای میکنند. این حدیث هم حضرت بیان که در کنز الاعمال اومده است. اکنون راههایی که توصیه کرده میشد بر اینها، البته وقتی بعضی حالت پیدا میشد در حالت تماما حرج میماند. این طرف اگر پول مال دارد، وقتی که مانع شد دید که این هم گناه باشد استمناء، بعد کوشش میکنه وقتی این باشد بهتر است که روام از این لذت بیشتر بیجام، زنا میکنه. وقتی که مانعش این هم شد، این جوان دیگر چی میکنه؟ دست به زنا میزند که این بعد از که گناه کبیره است. بهتر این است که در همین حالت رود، هم از مالش حفظ میشد، هم ناموسش حفظ میشد، آبروش حفظ میشد، هم از امون ضررهایی که فرضاً او همون زنکی که با او میخواهد که همون راه شهوانی را براند در او داشته باشد، این هم حفظ میشد. مثلا از بعضی بیماری ها رود باکی ندارد، در بعضی حالت اجازت میدهد اسلام، مباح هست میگن، یعنی حلال نه مباح، نه ثواب نه گناه. بله، میرد در همون حالت در یک جایی که بکند، در همین حالت خود نفس خودش آرام کند. اکنون مثل که ذکر شد از این گناه ها گناهان غیبت بسیارتر است. ما از اون گناه خود را نمیداریم، لیکن از این چی کوشش میکنیم که خود را ناراحت احساس میکنیم. آیت است که خداوند میفرماد والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. همان کسانی که دست به گناه میزنند، اذا فعلوا فاحشة یعنی که دست به زنا یا که دست به همون کارهای غیر شرعی، مثلا دست به همون طعم و فحش، یا که در نفس خودشان ظلم میکنن، چی گناهی که نباشد، فاستغفروا لذنوبهم، بعد که این گناه رو انجام داد استغفار بکند، بس بعد که همون گناه رو کرد به سوی خدا توبه و ندامت بکند. چرا؟ کفارت الذنوب الندامه، رسول فرمودن کفارت آن گناه پشیمانی هست. بعد در یک حدیث رسول فرمودن هر بنده مؤمن یک خلوتگاه برای خود داشته باشد، یک خانه، در اونجا بدرد راز و نیاز به خالقش بکند. حالا که این برادرای ما شما که در مسافرت هستند دعاشون اجابت است، اشک چشم بریزن، پروردگارا ما رو در این حالت ها امتحان کردی، ما رو کمکمو بکن که ثابت قدم باشیم. کمک دعا بکنند، خداوند میبخشد. وقتی که همین آیت نازل شد علما میگن شیطان ترسید، گریه کرد. چرا؟ گفت من محو نابود شدم. این آیت وقتی که نازل شد که کسانی گناه میکنند پس استغفار رو به سوی خدا بکنند، و من یغفر الذنوب الا الله، پس کس بخشنده، یعنی کس بخشنده گناه بجز پروردگار. شیطان در گیره افتید. چرا؟ او فکر کرد که دیگه همه مردم رو گمراه میکنم، همه تابع من میشه. او قسم یاد کرد، قسم یاد کرد که پروردگارا من بنده هات را لاقعدن صراطک المستقیم، من در راه راست تو می نشینم، لاغوینهم و ایشان را اغوا اندازم، و لاوزینهم و زینت فی الارض، در تمام زیبایی زمین رو در چشم ایشان زینت می اندازم. میخوام که تمامش گمراه کنم. اکنون در دعاش زیبا فرمود الا عبادک منهم المخلصین، مگر بنده هایی که مخلص هستن، صدقا تو را یاد میکنن و از تو میترسن، من به آنها دسترسی پیدا کردن نمیتوانم. و من اعرض عن ذکری کما قال الله تعالی و من اعرض عن ذکری فانه له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسى.
خدا میفرماد هر کسی که در دنیا روی گردان باشد از ذکر یاد ما و از عبادت ما روی بگرداند و از ما دور شود، فإن له، در دنیا او را زندگی تنگ و تلخی خواهم داد. زندگی تنگ و تلخ. این دو تا بدبختی هست که در دنیا خداوند در هم بنده که از یاد خود دور میشد. فإن له معیشة ضنکا، و در روز قیامت و نحشره یوم القیامت اعمی، در روز قیامت کور حشرش میکنم. بعد میگوید قال لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، مرا چرا کور حشر کردی حالا که در دنیا بینا بودم؟ و خدا میفرماد اتتک آیاتنا، آیا ما آیاتون بر تو نرسید؟ پیغمبران را سینه بر تو سخنهای ما را نگفتن، نرساندن؟ اتتک آیات فنسیتها، و ما رو تو فراموش کردی؟ و کذالک الیوم تنسی، ما امروز تو را فراموش کنیم. ذکرم آن که رو تاوت به دنیا و فردا حشر سازم زشت و اعمی. زیر خاک خیزد دیده اش کور، چی زیبا در زیر همین آیت تفسیرش بیان کرده حضرت جنونی. زیر خاک خیزد دیده اش کور، سیاه گشت دلش چون لیل بی نور. این وقتی که میخواد چشمش کور، چی است؟ کور معنوی، یعنی که حق رو ندید. بنالد همان بنده به مولا که حکمت چیست چشمم کرده اما، به دنیا داشتم دو چشم رفشن، بکردی کورش ای دارنده من. خدا گوید که ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان، بدادم دست و پای چشم بینا، دل دانا و زبان سازگویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، ز دشمن اعتراض و دوست جویی. به دنیا کرده ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. ببینید در حقیقت خدا در قرآن میفرماد والذین والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خداوند شما را آفرید و از بطن مادرهاتون، شکم مادرهاتون بیرون آورد، هیچ چیز رو نمیدونستید. لا تعلمون شیئا، هیچ چیز رو نمیدونستید. و جعل لکم، و بر شما چی داد؟ سمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، گوش داد. اولین راهی که انسان علم آموزد از گوش است. سمع و الابصار، دوم چشم، این هم نعمت بزرگی است که مطالعه میکند کتاب را، چشم است. و الافئده، سوم با نعمت بزرگ قلب را بر شما دادیم این و شما را در خدمت خویش آفریدیم، ما رو باید فراموش نکنید. بنابراین استغفار بکنن. یکم راهی هست که توصیه داده میشه برای ایشان، دعا کردن. خود در حق خودش دعا کند، در حق خودش دعا کند. زیرا که عزیزان شخصا توصیه بنده بر شما است که عاقبت خوبی ندارد. عاقبت گرچنده که بله شما در حالت ضرورت باقی ندارد که از گناه و از آنه که در زنا بروید در این دست زنید، لیکن کوشش کنید که از این پرهیز کنید. چرا؟ چون که امروز بینید توصیه اطباء یعنی طبیبا هم هست که در جسم انسان، در تماما انسان رو خسته میکند، در چشم و در همه جا ذهن شکن میکند، ضررها دارد. بله ذهن شکن میکند. یکم توصیه بنده این است که اوقات اجابت دعا مانند سحر، یعنی وقت‌های اجابت دعا، یکم سحر بخیز بعد نماز دعا کنید، اشک چشم را ریزانید. و مانند سجده کردن، رسول فرمودن اقرب عبدی، بندی من با خداوند میفرماد به من نزدیک میشد در حالت اذا کان ساجدا، در وقت سجده. چی دعای کند اجابت میشود بنده وقتی که سجده میکند. بعد قبل از نماز مغرب، بعد از نماز عصر، این حالت هم اجابت دعاست. در روز جمعه بین اذان و اقامت، در روز جمعه بین همون هر دو خطبه و بین اذان و اقامت، یعنی که اذان که گفتن پیش از اقامت داده شد برای نماز، در این حالت هم دعا اجابت است. بس یک آخر شب و سحرگاه قبل از طلوع، پیش از طلوع آفتاب. و خداوند متعال وعده داده است که کسی از او چیز طلب کنه خواستش رو بجا میکنه. چون که خداوند در قرآن میفرماد من اصدق
من اصدق من الله قیلا، کس راستگوتر از خداوند نسبت خداوند؟ یگون کس به مثل خداوند راستگوتر نیست. در دیگر آیات خدا میفرماد و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی. وقتی که بندگان من از تو سوال میکنن، ای حبیب من از تو درباره من سوال میکنن، عنی فانی قریب، بگو من به اینها قریب هستم. اجیب دعوت الداع اذا دعانی، پس دعای دعا کننده را اجابت میکنم وقتی که مرا بخواند. لیکن امروز گناه از ما است. حضرت عمر گفتن بار الها من میدانم که دعای مرا بر زمین نمیزنی، لیکن ما اون توفیق عطا بفرما که آداب دعا کردن را بر ما یاد ما بده، که آن دعا را که برای فایده دنیا و آخرت ما باشد، جسم ما باشد، اموال ما باشد، اولاد ما باشد، اون دعا را در ذهن ما بیاور از تو بخواهیم. دعا بکنند صدقاً با چشمان پر از اشک. حضرت ابن قیم جوزی رحمت الله میگن اگر از خدا اگر میخواهید که هر چی بخواهید، به مثل کودک گریان شید. مثل کودک چقدر گریان میشد که با وجودش گریان است، از پدر مادرش میخواد خواستش رو برآورده میکنن، به مثل کودک گریان باشید، به خداوند و خواستش شما رو عطا میکند. دوم، ازدواج نمودن، مثل حدیثی که پیامبر فرمودن ازدواج نمایید، که این ازدواج هم راه های شهوت را کنترل میکند. چون که ازدواج رسول فرموده ازدواج کنید نیم دینتون را حفظ میکنید، برای نیم دین دیگرتون باید خودتون قدم بردارید. در اصل انسان سیر میشود وقتی که دوم که فرزندان سالم صالح اگر خدا بدهتش تربیت خوب بکنه، فرزندانش رو تحویل به جامعه میداد، این هم بزرگترین نعمت است. این هم در دین خدمت کردن. بعد برای نیم دیگه دین دیگهش خودت قدم بردار. بعد سومی که حضرت فرمودن چی است؟ چشم پوشیدن از نظر، خاصتا امروز از مناظرهای شهوانه، شهوت‌انگیز، فیلم هایی که شهوت‌انگیز است. خاصتا امروز برادرها که مثلا در شهرها هستن، در روسیه هستن، فضای مجازی که اینترنت است، کوشش کنن که از همون خیلی سایت ها، از همون خیلی فیلم هایی که به شهوت وادار میکند چشم بپوشند. چون خدا در قرآن میفرماد قل للمؤمنین اغضوا للبصر واحفظوا للفرج، بگو مؤمن ها چشم های خیش را حفاظت بکنند، چشم های خیش را از نامحرم حفظ کنند. و همچنین کوشش کردن در کار که از همون اینترنت فقط چیزهایی که به منافع ما هست، به منافع جامعه است، هر خودشان است، استفاده برن. یعنی که علم آموختن، یک کسب و هنر یاد گرفتن، یک اخبارهای خوب فهمیدن، یک فیلم هایی که معنادار باشد. بعد یعنی که در خانوادهش و در خودش اخلاقش را برای بد تحویل ندهد. از همین فیلم ها باید دست باز کشد. فیلم هایی که البته فیلم های بی‌معنی هستند، بی مفخر هستند. فیلم های خوب باقی ندارد، چقدر منفعت می‌بیند، اخلاقی باشد نگاه کنند. از او یک البته اون فیلم ها بی‌معنی نیستند، اکثرا هست اخلاقی هستند. اجازت است. بعد دوری از دوستان بد. امروز بعضی نفران هستند که دوستای بد دارن. بعد رسول الله فرمودن در حدیثی که المرء مع الدین خلیلی فلینظر الی من یخالل، مرد در دین دوستش است، پس نگاه کن با چه نفره، با چه کسی دوستی میکنی. در قرآن هم دوستای بد فردا قیامت در اون منظره هولناک قیامت گیلمن میشن، افسوس ندامت میخورند. این منظره رو خدا به میفرماد یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وای بر ما میگفته است کاش فلانی را در دنیا دوست خویش انتخاب نمیکردم. در همونجا افسوس ندامت میخورد. دیگر راه توصیه داده میشود که
بیکاره، باید بیکار نباشد. ان الله لا یحب الشباب الفارغ. رسول الله فرمودن خداوند بنده جوان بیکار خوجه را دوست نمی‌دارد. جوانی که بیکار است. یک ضرب مثل عرب است: ان الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء ای مفسده. یعنی جوانی و بیکاری فاسد کننده عقل است. اون هم چی فاسد کننده؟ انسان را در راه های بد میبرد. بعد دیگر راهی که توصیه کرده می شود دائما با ذکر باشند. در هم وقتهای بیکاری، اوقات یعنی وقتهایی که خالی هست از کار می آیند، کمتر دم میخوان بگیرن، کوشش کنند که همون وقت هم بعد از اینکه استراحت کرد به نمازهای نافله پردازند، به ذکر خدا. وقتی که ذکر کردین پروردگار انشاءالله هم بنده را از شر شیاطین و شهوات و نفس نگاه می‌دارد، از تمام وجودش، لیکن با قلبش باید اخلاص کامل قطعی از خدا بخواهد. انشاءالله خداوند نجاتش می‌دهد. الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. بعد وقت رو به قدرش برسد. اگر به مثل شمشیر است او را قطع نکردی تو را قطع میکند. بعد بعضی طعام هایی هست که طعام بسیار خوردن، پر خوردن، مثلا تنده، مثلا طعام هایی که با کالری دار هست، اینها هم بهتر اون هست که پرهیز کنند. اگر خوان که سالم مانند از شر همین بلاها و از شر همین شهوات، کوشش کنند که از همین کارها یک مدت پرهیز کنند. وقتی که رفتن انشاءالله ذهنشون آماده میشد. همون ذهن انسان همین خدا آفریده است، به هر کاری که آمادهش کرده همون راه قبول میکند. که اساس انشاءالله بدش میخوره، همون راه های بی‌حیایی بدش میاد. بعد انجام دادن ورزش این سنت است. ما متاسفانه از سنت رسول الله دور شدیم. امروز تمرین یعنی که ورزش انجام دادن این هم سلامتی جسم است. خاصت امروز که این بیماری که جهان را تکان داد، بسیارتر بین توصیه میکنن که ورزش کنند. توصیه میکنن که ورزش کنند. این هم وقتی که ورزش کردید انشاءالله که کمتر مانعی ایجاد میکند. بهتر آن است که همسر خودش رو در هر کجا هستن ببرن. بسیار اون نفری هستن که قدرت مالی دارن با زن دو بگیرن. خداوند در قرآن میفرماید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. میخواد از زنها بگیرید 2 3 4 اجازت هست. بعضی نفرها هستن که زنهاشون مثلا بیماری هستن، اونا اجازت نیست است که مثلا طبیب مانع فرمودگی است که وقتی که با او همصحبت میشه یا که همخوابه میشه در او ضررها با بیماریش اوج میگیرد. بنابراین کوشش کنه که با دیگر زن بگیرن. چی فایده دارد؟ ممکن وای خوشبختی میاره در خانوادهش. بعد یک دومی که این برادر اگر که پولدار مالدار باشد، یک بیوی بیچاره با سرابان میشد، فرزنددار باشد با یتیم ها سرابان میکنه. رسول الله فرمودن انا و کافل الیتیم کهاتین و کافل الیتیم کهاتین، یعنی که من و کفالت کننده یتیم و مثل همین 2 انگوش در روز قیامت هستم، همراه من حشر می شود. این توصیه ها بودن که برای پیشگیری و نجات انشاءالله که همیشه باید دعا کنند. دعا سپر مؤمن است. بهترین سپر مؤمن این دعا هست و همین توصیه ها انجام بده انشاءالله که بخیر است. بعد فرضاً که اگر که بسیار نفس به همون راه روانه‌شون کرد، باقی ندارد، در همین حالت مباح است، دست به همین کار نزنه که انشاءالله که گناه نیست. خدا بخشنده مهربان است. سلامت باشین حضرت جان. بهترین سخن ها ما فکر میکنم که برادران بسیار چیزا را درک کردن و انشاءالله که این توصیه‌های خودتون دادن این بهترین توصیه ها بود که با ذکر خدا و دعا این بهترین چیز است. لیکن من بهر این برادران یک چیز گفتنی هستم که انسان وقتی که تنها ماند شیطان بسیار وسوسش میکند. انسان وقتی که به حمام یعنی بنیه داخل شود تنها، در این حالت هم شیطان بسیار وسوسش میکند.
انسان وقتی در حاجتخانه زیاد نشست در این حالت هم شیطان وسوسش میکند ای همه جا حرکت کنه که کم باشین یا که با خود یک اویله خطون برین یا که فرق نداره در پس در کسی بیستد باز خوبتر است. این حالت های هست که شیطان شما رو به همین راه میبرد. اگر ان شاء الله که حضرت توصیه‌ای که داد اگر ما و شما پابند همین توصیه‌ها باشیم و عمل کنیم ان شاء الله ما باور دارم که از همین کار دور میشویم. و اگر انسانی که او در نفس خودش دودگی شده است در نفس خود دوده شدگی هست برای او چیز توصیه های بده چیزی که بگی او سرانو کارو گپی خودش هست. همین سبب این یک توصیه ها را گوش بکنین ان شاء الله بهترین توصیه هست. خب در آخر گفتنی هستیم که خداوند همه ما و شما رو برای صراط المستقیم هدایت بفرماید. حضرت میگیم بهر برادران یک دعا میکردن ان شاء الله که از همین کارها باز میایستادن. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت. پروردگارا اون برادرای ما که در این بیماری که عادت به عادت ها گرفتار شده هستند و نمیتوانند خودشان را نجات بدهند پروردگار عاجزانه دعا میکنیم که هدایتشان بفرما و نجات کلی نصیبشان بفرما که از این راه های زشت از این راه هایی که در ضرر در جسمشان هست در عقل و در ذهن و در وجودشان پروردگار را به بار میارد. پروردگار را پرهیز گشتن پرهیز کردن نصیبشان بگردان. پروردگار را خودت فرمودی هر کسی که خالصانه و عاجزانه از من دعا بکند من برآورده میگردانم. پروردگار را برآورده بگردان. پروردگار را دعا میکنیم که همین پیشرفت وطن ما همیشه در امن و در آسودگی باشد و پروردگار را تمام مسافرین ما را در پناه خویش حفظ بفرماد از شر تمام شیاطین جن و انس و توفیقشان بده که در راه ها راست پابند باشند و در اخلاقشان پروردگار نظافت و پاکیزگی نصیب بگردان و در کار و بارشان برکات نصیب بگردان و مال و اموالشان رو پروردگار را زیاد بگردان و در برابر این دست خیرشان زیاد بگردان که برای یتیم مسکین فقیر و بیچاره ها پروردگار را دست کمک یاری دراز بکنند. اللهم احفظنا یا فیاض اللهم احفظنا یا فیاض من جمیع بلا و الامراض و صلی الله خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک. السلام علیکم و رحمت الله.